با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و سر حال بوده باشید و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته. اگر شما عضو جدید هستید حتما کانال ما را سابسکرایب کنین و علامه زنگوله را همچنان فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. دوستان، من تازه از باشگاه آمدم و تمرین را تمام کردم. دیگه خواستم که یک ویدیو داشته باشم. قبل از اینکه سراغ ویدیو بریم دوستای عزیز، از اینکه تازه از تمرین آمدیم دوستای عزیز، باید از کریاتین خود استفاده کنم. دوستای عزیز، این قطعه کریاتین است. برای شما میگه یک قاشق از کریاتین استفاده بکنید و یک قاشق از این میشه 5 گرم همراه با 150 تا 250 میلی لیتر آب البته استفاده میشه. یک چیز دیگر هم باید داشته باشید که یک قاشقش قبل از ورزش، زمانی که ورزش شروع میکنین استفاده میشه و یک قاشق هم بعد از تمرین. این دوستای عزیز آب است. خب دوستای عزیز شورش میدیم تا خوب حل شود و بعد از اینکه حل شد دوستای عزیز ما ایره نوش جان میکنیم. در این ویدیو میخواستم یک موضوع دیگر را هم اشاره کنم. او موضوع از این قرار است که زمانی که ما باشگاه میریم باید از بعضی از مواردی که مهم است را مراعات کنیم. زمانی که در باشگاه ما ورزش میکردم شاید یک صحنه بسیار ناراحت کننده بودم. برای من خیلی راستی ناراحت کننده تمام شد. صحنه قسمی بود که در باشگاه یا کلب که ما ورزش میکردیم یک بچه می آمد، او اضافه وزن داشت. بچه‌ای بود که در کلب با نام‌ها و القاب مختلف او را صدا میکرد. بسیار برای من ناراحت کننده بود ولی برای از اونا خنده‌دار تمام میشد. او را به نام بشکه صدا میکردن. یک آدمی که میخواه وزن خود کم کنه به این معنا میخواه که در خود یک تغییر را ایجاد کنه، او آدم به تشویق و ترغیب و روحیه ضرورت داره که از طرف اطرافیانش باید از به او داده شود. و متاسفانه کاری که ما میکنیم این است که روحیه کسی که میخواه یک تغییر ایجاد کنه را از بین میبریم و این بسیار یک فرهنگ نامناسب و یک رفتار بسیار زشت است که ما میکنیم. یک آدم که چاق بود و یا وزن اضافه داشت به این معنا نیست که ما او را تمسخر کنیم و کوشش های از او را نادیده بگیریم. اونمو آدم میخواد که در خود یک تغییر ایجاد کنه. پس ما شما نباید به خود اجازه بدیم یک کس به نام بشکه صدا کنیم. با بشکه گفتن روحی او آدم ضعیف میشه. لطفاً و دوستا واقعا ایگه بر من ناراحت کننده است که ما یک نفر ببینم با تلاش و زحمت میایه و میخواهد که یک تغییر در خود ایجاد کنه ولی اطرافیانش او را به القاب و نامهای زشت صدا میکنن. اگر واقعا نمیتونی که یک نفر تشویق کنی و روحیه بدی، خیلی پس حرفای زشت و حرفای پوچ و بی‌معنی هم برش نگوییم. این میتونه که چقدر به روحی و آدم صدمه بزنه. شاید هم در اون لحظه برای شما چیزی نگویه ولی که او آدم روحیش از بین میره. او آدم از تصمیم گرفتیش پشیمان میشه با گپای شما. زمان ما شما به رشد پیشرفت دسترسی پیدا میکنیم که همدیگر خود حمایت کنیم، همدیگر خود تشویق کنیم. و این گپ دوستای عزیز واقعا در دلم درد کرد. ما گفتم این موضوع را بر شما شریک بسازم که
بعضی از موارد است که نه تنها در باشگاه، هر آن جای دیگه که محل کار است یا میبینیم جایی که با دوستا معاشرت میکنیم یا رستورانت است یا جایی که همدیگر خودم ملاقات میکنیم یا هر آن جای دیگه غیر از باشگاه یا کلاب، خوب است که ما یکی دیگه خود با القاب ناپسند و زشت صدا نکنیم. دیگه همه ما شما نیاز به روحیه داریم، همه ما شما نیاز به تشویق داریم. این میتونه که چقدر کمک کننده تمام شود به ما. اگر پیرامون ما افراد مثبت باشه، ما زودتر میتونیم که به هدف خود برسیم و این که اونما افراد مثبت باعث میشه که ما انرژی مثبت دریافت کنیم. خیلی پس کوشش ما می باشه که افراد که تصمیم گرفته که تغییر در خود ایجاد کنه، ولو که با چالش های سر راهش است، خوب است که ما شما او را تشویق کنیم و روحیه بدیم و انگیزه او را قوی تر بسازیم. با حرفهای خود، با تشویقهای لفظی خود میتونیم او آدم انگیزش از زیادتر بسازیم. امیدوار هستم این پیام ما به همه دوستا برسه و این نکته را فراموش نکنیم که همدیگر خود تشویق و حمایت کنیم و هر قدر که به یک آدمی که میخواهد تغییر ایجاد کنه انرژی مثبت بدیم، به همو اندازه پس دوباره انرژی مثبت ما دریافت میکنیم. تشکر و سپاس بابت تماشای این ویدیو. امیدوار هستم که این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد. اگر این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت، لطف نموده لایک کنین و همچنان نظریات و پیشنهاداتتان را در قسمت کامنت با ما شریک بسازید و برای دوستایی که تازه ما را میبینن حتما لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنن و علامه زنگوله را همچنان فعال داشته باشند تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. تا درود بعد، بدرود.